با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و همراهان گرامی کانال مستر ساختمان. خب دوستان، بحث این ویدیومون در رابطه با نحوه قالب بندی و نوع قالب بندی و نحوه بتون ریزی و نحوه نگهداری بتونه. پس خواهش میکنم این ویدیو رو تا آخر به دقت نگاه کنید و نکات کلیدی در اون این ویدیوست که واقعا ضروری الزامی باید بلد باشین تا جلوترها به مشکل برنخورید. خب دوستان، همونجوری که داریم مشاهده میکنید دوستمون داره قالب بندی رو انجام میده. قالب ها از نوع فلزی هستن و این چفتایی که داره به این قالب میزنن در واقع اسمشون پینوگووا است. پینوگووا رو معمولا ما به فاصله نیم متر از هم داخل قالب ها وصل میکنیم. بازم بسته به نوع فشاری که بهش وارد میشه، به ضخامت دیوار و ستون بستگی داره. خب دوستان، به یکی از مهمترین بخش‌های این ویدیو داریم نزدیک میشیم. ببینید دوستان، همونجوری که در تصویر داریم می‌بینیم ما قبل از اینکه قالب بندی انجام بدیم نقشه اون دیوار بروشی رو داخل کاغذ پیاده می‌کنیم و نوع قالب گذاری‌ها رو داخل اون کاغذ تعیین می‌کنیم که توی تصویر دیدیم. ببینیم ما همونجوری که تو کاغذ کشیده بودیم از قبل نقشه رو، اندازه‌ها رو از قبل زده بودیم و اومدیم فاصله ها رو به میزان قالب هایی که در دسترس داشتیم و تقسیم کردیم داخل اون دهنه، اومدیم قالب گذاری‌ها رو انجام دادیم. ببینید دوستان، ما قبل از اینکه قالب بندی رو شروع کنیم میلیگردها و آرماتورهای ستون‌ها و دیوار بروشی‌ها رو از قبل بستیم و بعدش ما قالب بندی رو شروع کردیم. همونجوری که در تصویر می‌بینیم ما تسمه‌های داخل این دیوار بروشی گذاشتیم. دیگر مثل قدیم نیست، میایم الان جدیداً تسمه می‌ذاریم تا بولت و لوله دیگه نزنیم و کار رو راحت‌تر کردیم. در واقع وقتی قالب بسته شد یعنی کار دیوار تموم شد. فقط پشتش من باب این که بخوایم دیوار رو صاف و خطکش در بیاریم، میایم پشتش رو قوطی میبندیم به صورت نری و تمام قالب ها یعنی بندهای قالب رو به این لوله ها و قوطی ها میبندیم تا دیوار به صورت خطکش و صاف در بیاد که الان تو تصویرم مشاهده میکنیم. بین این جلوتر رو من ویدیو کاملش رو گذاشتم. دیوار باز میشه، اتمام کارم دقیقا میبینید که چقدر خوشگل و خوب در میاد. ببین اینجا یه بخش اصلی و کلیدی دیگه هم که وجود داره که اول ویدیو بهتون گفتم، کاور خیلی مهمه. بحث کاور داخل این مبحث خیلی مهمه. نگاه کنیم ما کاورها رو معمولا نگاه کنیم اسپیسر 5 سانتی گذاشتیم، معمولا 5 سانت میذاریم، یعنی دور ستون باید 5 سانتی متر فاصله داشته باشه از چیز خود آرماتور ستون 5 سانتی از قالب فاصله داشته باشه. یعنی این کل قالب بندی ها الان انجام شده و ما الان آماده بتون ریزی هستیم. ببینید دوستان، الان دقت کنید داخل بونکر رو الان فیلم میگیرم، ویدیو میگیرم براتون. بتون قبلش خیلی سفته. ما برای اینکه استامپ بتون پایین نیاد میریم چیکار میکنیم؟ داخلش مواد روون کننده میریزیم. آب به هیچ عنوان بهش نمیدیم. دقت کنید بتون چقدر سفته. آب به هیچ عنوان بهش نباید بدیم. اینا یه بخشای مهم و کلیدیه این ویدیوست که باید حتما دقت کنید. ما اومدیم داریم روون کننده یعنی فوق روون کننده بهش اضافه می‌کنیم، شبیه آبه، ولی الان دقت کنید ببینیم بتون چقدر شل میشه. از داخل بونکرم الان ویدیو میگیرم، دقت کنید که چجوری میشه. معمولا ما برای هر بونکر یه نصف 20 لیتری میذاریم، یعنی 10 لیتر رو داخل 7 متر مکعب میریزیم این فوق روون کننده ها رو که کفایت میکنه. دقت کنید الان دوستان که بتون چقدر شل شد، انگار بهش آب اضافه کردیم ولی در واقع این آب نیست و که از کیفیت بتون کاسته نمیشه با این حرکت. خب دوستان، اینجا بچه‌ها من لوله کشی ها رو انجام دادن، لوله کشی های پمپو، و ما قراره الان دیوار بروشی رو شروع کنیم بریزیم. به این یه بخش مهم دیگه ایم که الان تو این ویدیو هست الان دارم بهتون میگم اینه که اصلا به هیچ عنوان نباید به این تسمه ها اعتماد کرد. درسته در صورت انجام کار خیلی مهمه، خوبه، عالیه، همینجوره از جلوگیری میشه از بولت و لوله و اینجور داستانا. ما برای اینکه صورت کار اوکی بشه چیز میکنیم، اینجوری این تسمه ها رو میذاریم. ولی که نگاه کنیم ما الان اینجا داریم بتون ریزی انجام میدیم، به هیچ عنوان نباید یک سر یک پارچه ریخته بشه این دیوار باید 3 تیکه ریخته بشه تا بتون تو هر 3 مرحله خودشو بگیره، بعدش بریم مرحله بعد. چون اگه یه دفعه پر کنیم این تسمه ها، چون پیش اومده برامون دارم بهتون میگم، جزء تجربیات خودمه،
پاره میشن و مشکل ایجاد میکنن و دردسرساز میشن. اینا نکاتی هستن که باید حتما داخل رشته آرماتور بندی چیز بلد باشین و حضور ذهن داشته باشین. اینجوری هم که داریم میبینید اون کاورایی که از قبل بهتون گفتم دقت کنین رعایت شده. داخل ستون تمام طرفین سیم گرفته و ستون دقیقاً وسط قالب قرار گرفته و دور ستون به صورت یک نواخت و 5 سانت بتون میره. خب دقت کنید که بتون چقدر شل شده. به نظر شما انگار آب خورده ولی در واقع آب نیست، همون مواد فوق روان کننده ای است که ما داخل بتون ریختیم. خب اینجا دقیقا ما مرحله اول بتون رو داخل این دیوار ریخته بودیم و مکس کردیم. الان مرحله دومش رو داریم ریختیم. مرحله دوم دقت کنیم الان پر نمی کنیم به هیچ عنوان. بتون نگاه کنیم حالت چیز اون شلی خودش داره، در حال حرکته، چون اگه صفر باشه به هیچ عنوان نمیشه اینجوری پخش بشه. خب اینجا ما مرحله سومش رو بتون ریختیم و دقیقاً 5 سانت زیر قالب بتون، یعنی 2 متر و 95 ما قالب رو بتون ریزی کردیم. بعدش هم الان جلوتر هم یه سری توضیحات دیگه. ببینید دوستان، ما اومدیم بتون ریزی رو انجام دادیم، قالب‌ها رو باز کردیم، دونه دونه به صورت پازل این قالب‌ها از هم جدا میشن. پین‌ها، اون پین‌هایی که گذاشته شد دوباره جدا جدا در میان و قالب‌ها رو از هم تکه تکه جدا میکنیم. خب دوستان چند تا نکته کلیدی دیگه هم که اینجا وجود داره اینه که ما قالب ها رو باید با احتیاط در واقع قالب باید 24 ساعت تن ستون یا دیوار باشه بعدش باز شه. ما حالا چون قالب‌ها یه مقدار از قالب‌ها اجاره‌ای، قالب‌های خودمون نیست، باید زودتر بدیم بره، چیکار می‌کنیم؟ بعد از 12 ساعت باز می‌کنیم ولی با احتیاط باید باز کنیم تا چیز کوله کوله نشه و پوست پوست نشه بتون ما. اینجا هم قالب‌های اجاره‌ایه که گرفته بودیم و داریم میدیم بره تا جلوگیری بشه از هزینه اضافی. خب دوستان اینجا اتمام کار ما رو داریم میبینید. قالب بندی ها رو براتون گذاشته بودم، اون دیوار بروشی هم براتون گذاشتم، هنوزم اتمام کار نشد، یعنی قالب‌های دیوار کامل باز نشد. باز میکنم، حالا جلوتر هم بهتون نشون میدم. خب یه نکته کلیدی دیگه که اینجا وجود داره، این صفحه که الان داخل این ستون داریم میبینید یه دلیل داره. در واقع این صفحه همون نگاه کنید یه میلگه دم ازش بیرون، این میلگه در واقع به این صفحه وصله. این در واقع همون چیزه، سیم ارته. خب دوستان البته در رابطه با سیم ارت من توضیحات لازمه رو دادم تو ویدیوهای داخل چنل، تو ویدیوهای قبلی داخل چنل هم هست. ببینید دوستان، یکی از نکات خیلی 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 بحث برانگیز این ویدیو اینه که حتما بعد از بتون ریزی باید به دیوارها و ستونها آب بزنیم تا به اون مقاومت اصلی خودش برسه. اینجا خوب دقت کنید که همونجوری که گفته بودم بعد اون بستن اون لوله دیوار به صورت خطکش در میاد دیگه. دقت کنید چقدر صاف در اومد. این دوستمون هم داره تسمه ها رو کج میکنه تا به سر صورت کسی نگیره، از این ور رد میشن، چون تو خونه همسایه است ما مجبوریم این کار رو انجام بدیم. دقت کنید دوستمون چقدر خوب داره به ستون آب میپاشه. در واقع باید دور ستون ها رو گونی بپیچیم، چون هوا سرد بود زیاد گرم نبود، ما گونی نپیچیم، اینا رو نپیچوندیم. در واقع باید گونی بپیچی تا آب تنش بمونه و خود به خود چیز بشه، خشک بشه. خب ببینید دوستان، یه ویدیو در رابطه با میلگت بندی و آرماتور بندی همین ساختمون که دارین مشاهده میکنین که الان قالب بندیش انجام دادین از قبل آماده کرده بودم، داخل چنل هم هست، در آخر این ویدیو براتون میذارم، حتما اونو نگاه کنید. خب دوستان به بخش پایینی از این ویدیو نزدیک میشیم. مرسی از اینکه تا اینجا ما رو همراهی کردین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی ما از دست ندین. به امید دیدار بعد، خدا نگهدارتون.